سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 13 فوریه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. یکی از شریکان سلیم جان نصرالدینوف در دادگاه امریکا صادرات مالهای ممنوع برای ارتش روسیه را به گردن گرفت. 23 تغییرات کادری یا روتاسیا در ساختارهای دادگاهی تاجیکستان. درخی آوازخوان محبوب دولتمند خلدو کنید، استاد برای طبابت به روسیه رفت. یک تاجیک دیگر را در روسیه به مبلغ 8 میلیون روبل فریب داده است. خطر فروریزی ترمه‌ها در راه‌های دوشنبه خوجند کم 14 فوریه باقی است. و اکنون تفصیلات خبرها. ساکن شهر مونترال کریستینا پوزیریووا که شهروندی روسیه و کانادا را دارد، در دادگاه فدرالی بروکلین ایالت نیویورک آمریکا اتهام شستشوی پولهای به دست آمده از ارسال مالهای ممنوع برای کارخانه‌های صنعتی حربی روسیه از جمله قسم‌های الکترونی برای هواپیماهای بی‌سرنشین، شبکه‌های موشکی و دیگر تکنیک جنگی را به گردن گرفته است. در این باره روز 12 فوریه سال 2024 وزارت عدلیه آمریکا خبر داد. به پوزیریووا تا 20 سال زندان تهدید می‌کند، اما اعتراف گناه امکان می‌دهد که پرونده پوزیریووا به صورت آسان و زودتر بررسی شده برای همکاریش با تفتیشات به او حکم سبکتری بدهند. کریستینا پوزیریووا 32 ساله و شوهر 37 سالش نیکولای گالتسوف که او هم شهروندی هم روسیه و هم کانادا را دارد و سلیم جان نصرالدینوف شهروند تاجیکستان و روسیه که 53 سال داشته زاده پنجکینت است، روز 31 اکتبر سال 2023 در نیویورک با اتهام به روسیه قاچاق کردن محصولات الکترونی تحت تحریم دستگیر شدند. در سندهای دادگاهی گفته می شود که پوزیریووا، گالتسوف و نصرالدینوف طبق مصلحت با 4 نفر در داخل روسیه که در شرکت‌های بزرگ الکترونیک کار می‌کنند به کارخانه حربی روسیه مال‌های ممنوع می‌فرستادند. برخی از مال‌های فرستاده آنها را بعداً در تانک و چرخبال و درون‌ها و دیگر تکنیک حربی روسیه که در جنگ اوکراین به دست نیروهای اوکراینی غنیمت افتادند پیدا کردند. وزارت عدلیه آمریکا گفت تفتیش پرونده‌های سلیم جان نصرالدینوف و نیکولای گالتسوف هنوز ادامه دارد. به گفته مقامات آمریکا این سخم انتقال مال‌های الکترونی به روسیه از ماه ژانویه سال 2022 آغاز یافته. در عموم آنها بیش از 300 بسته محصولات تحت تحریم به مبلغ تقریباً 10 میلیون دلار را به روسیه انتقال دادند. سلیم جان نصرالدینوف 53 سال دارد. او زاده پنجکین و دستپرور دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان بوده. در میانه‌های سال‌های 90 برای تحصیل در اسپرانتورای دانشکده راه و نقلیات مسکو به پایتخت روسیه آمد و بعد ختم تحصیل در مسکو ماند و در اینجا به فعالیت علمی و تجارت مشغول بود. چند سال پیش سلیم جان نصرالدینوف همراه اهل خانواده‌اش به آمریکا کوچید و در نیویورک کار و زندگی داشت. نمایندگان جمعیت تاجیکان آمریکا سلیم جان نصرالدینوف را همچون یک مرد مهربان، حلیم و مؤدب توصیف می‌کنند و می‌گویند که در تقریباً همه چاره‌بینی‌های فرهنگی جمعیت فعالانه اشتراک می‌کرد. آنها در حیرتند که سلیم جان نصرالدینوف چگونه به دام چنین معامله‌های مشکوک افتاده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 12 فوریه سال 2024 با امضای فرمان رقم 755 در ساختارهای دادگاهی کشور 23 تغییرات کادری به عمل آورد که اکثرش بر تحت دادرسا، یعنی از یک وظیفه گرفتن و به وظیفه دیگر تعیین کردن آنها شباهت داشت. از جمله با این فرمان پرزیدنت حاجی زاده میرزا شریف از وظیفه رئیس سود شهر خوجند آزاد گردیده، رئیس سود ولایت سوخت و ظریفی فخرالدین از وظیفه سودیه سود ولایت سوخت آزاد گردیده، معاون رئیس سود ولایت تعیین شد. محیدین زاده بهادر که تا امروز رئیس سود ناحیه جیهون بود از این مقام آزاد و رئیس سود شهر کولوب تعیین شده است. همین طور شریف زاده رودابه حمیدین دختر وزیر سابق کارهای داخلی تاجیکستان حمیدین شریپوف از وظیفه معاون رئیس سود حربی گارنیزون دوشنبه آزاد گردیده، رئیس سود حربی گارنیزون دوشنبه تعیین گردید. جای ذکر است که در روزهای آخر رودابه علاقه سیامی فرزند شادروان حمیدین شریپوف است که به منصب‌های بلند تعیین می‌شوند. از این قبل روز 5 ژانویه با قرار حکومت تاجیکستان شریفزاده فرخ حمیدین
سفیر سابق تاجیکستان در ترکیه و ترکمنستان به مقام معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان تعیین گردیده. در پایان ماه ینور پسر دیگر حمیدین شریپوف، شریفزاده فیروز حمیدین که تا کنون معاون رئیس بانک ملی بود، معاون اول رئیس این بانک تعیین کرده شد. اما برگردیم به تعیینات سودیه‌ها یا دادرس‌ها. با فرمان رقم 755 از 12 فوریه همچنین سنگینزاده غیرت با ترک وظیفه رئیس سود نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه، رئیس سود نویه باباجان غفورov تعیین شد. نورعلی‌زاده سفربک از وظیفه معاون رئیس سود نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه آزاد گردیده. رئیس سود نویه جیهون تعیین شد. رهبری دادگاه نویه اسماعیل سامانی را به کبیرزاده سرفراز سپردند که تا امروز معاون اول رئیس این دادگاه بود. گفتنی است که سرفراز کبیرزاده پسر مزروب کبیروف یک منصبدار در گذشته پرنفوذ است که در مقام‌های رئیس شورای عدلیه، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، رئیس دستگاه پارلمان تاجیکستان کار کرده است. همچنین روز 12 فوریه سفرزاده دلاور از وظیفه معاون رئیس سود نویه رودکی آزاد گردیده. رئیس سود نویه 5 تعیین شد. رئیس قبلی دادگاه این نویه عبدالرحمنزاده بختیار در پایان ماه ینور با اتهام گرفتن پاره به مبلغ 122,000 سامانی به دست افتاد و با فرمان پرزیدنت از کار پیش کرده شد. سیدشاهزاده ظفر از وظیفه معاون یکم رئیس سود شهر خوجند آزاد گردیده. رئیس سود نویه مومن آباد تعیین گردید. در این زمان رحمان جورخان که تا امروز رئیس سود نویه مومن آباد بود، به جای سیدشاهزاده معاون یکم رئیس سود شهر خوجند تعیین شد. سنگینزاده غیرت با ترک وظیفه رئیس سود نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه، رئیس سود نویه باباجان غفورov تعیین شد. بحرانیان معروف جان که در دادگاه ولایت سوخت دادرس عادی بود، رئیس سود نویه جبار رسولوف شد. همین طور احمدزاده اکرم از وظیفه سودیه سود حربی گرنزان خوجند آزاد گردیده. رئیس سود حربی گرنزان خوجند تعیین گردید. همین طور چند نفر دیگر باعث دادرس در دادگاه‌های گوناگون جمهوری از جمله در ولایت‌های سوخت، ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شدند. با وجود آنکه تغییرات بیشتر بر تحت شباع داشت، خدمات مطبوعات پرزیدنت تاکید کرده است که به وظیفه‌های رئیس سود ولایت سوخت، رئیس سود شهر کولوب، رئیسان سودهای حربی در گرنزان‌های دوشنبه و خوجند، رئیسان و معاون‌های رئیس سود و سودیه‌ها در یک چند شهر و نویه‌ها کادرهای جوان و ورزیده و بالیاقت تعیین گردیدند. روز 12 فوریه پرزیدنت امامعلی رحمان دادرس‌های نفتعین را به حضور پذیرفته از آنها در سطح بلند دانستن زبان دولتی و از خود کردن کمش 2 زبان خارجی را تقاضا کرده است. دادگاه‌های تاجیکستان از نیودای از همه فساد زده در این کشور به شمار می‌روند. کارافتادگان می‌گویند بدون دادن پاره حل کردن یگان مشکل در دادگاه‌های تاجیکستان به یک امر تقریبا ناممکن تبدیل یافته است. آوازخوان محبوب هنرمند خلقی تاجیکستان دولتمند خال برای معالجه در روسیه قرار داشته است. در این باره روز 13 فوریه سال 2024 در فیسبوک ژورنالیست مرادزاده سعید جمال خبر داد و از مخلصان آوازخوان شناخته دعوت کرد که در حق او دعا کنند. او درباره از کدام بیماری رنج کشیدن استاد دولتمند خال یگان معلومات مشخص نداد. تنها نوشته است که هنرمند معروف 73 ساله بعد تبابت‌های زیاد در دیگر کشورها امروز در فدراسیون روسیه در معالجه قرار دارد که شاید دعای ما و شما بر خدمت‌ها و زحمت‌هایش به خلق و وطن در این شب و روز سری وقتی باشد. صدها نفر در زیر این خبر برای استاد دولتمند خال دست به دعا گشوده از خداوند برایش شفای کامل و عاجل می‌خواهند. همچنین جمعی از مخلصان این هنرمند معروف از وزارت فرهنگ تاجیکستان خواستند تا برای کمک به دولتمند خال و نزدیکانش برای طبابت او یک صورت حساب مخصوص بگشایند تا مخلصان استاد بتوانند کمک خود را به او برسانند و به این وسیله به خدمت‌هایی که دولتمند خال در رشد فرهنگ و موسیقی ملی تاجیکی کرده است ارج بگذارند. دولتمند خال یا دولتمند خالوف آوازخوان و فلکسرای آوازدار تاجیک، آهنگساز سنتی، هنرپیشه مردمی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام عبدالله رودکی 26 اکتبر سال 1950 در دهه داغستان نویه شوراباد حالا شمس‌الدین شاهین در عائله هنرمند سنتی تاجیک به دنیا آمده است. سال 1958 تحصیل را از مکتب دهه آغاز نموده
سال 1963 در مکتب اینترنت به نام دیوتی شهر کولوب و سال 1964 در اینترنت دولتی کمونیسم دیهه سر چشمه نویه مسکو حلو همدانی ادامه داده است. سال 1971 به شعبه موسیقی و سرود دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام ترسونزاده داخل شده آن را با دیپلم اعلی ختم کرده است. دولتمندی خل بعد ختم دانشکده سالهای زیاد در تئاتر دولتی موسیقی مسحکوی به نام ولی زاده شهر کولوب کار کرده 20 یولی سال 1989 با قرار حکومت تاجیکستان در نزد تئاتر کولوب تحت سروری دولتمندی خل انسامبل دولتی فلک تأسیس یافت. از سال 2004 در پی تأسیس یافتن انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان باعث رهبری بدیهی این انسامبل کار کرد و ماه مارت سال 2020 در آستانه 70 سالگیش به نفقه برآمد. سالهای آخر دولتمند خل در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبشو ستاروف و شاگردان درس میداد. دولتمند خل یکی از استادان صاحب مکتب فلکسرای اعتراف شده است. او مؤلف 10 ترانه و آهنگ است که در فوند تلویی موسیقی تاجیک ثبت شدند. دولتمند خل سال 2018 سزاوار عنوان هنرمند خلقی ازبکستان نیز شد. حالا پسرش لایقشاه دولتمند که استاد او را به شرف شاعر توانای تاجیک لایق شیرعلی نام کرده است راه پدر را ادامه داده ایستاده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت باز یک نفر با اتهام در روسیه به مبلغ بزرگ فریب دادن یک هموطنش خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معاین کرده شد که مرد 32 ساله ساکن ناحیه رشت هنگام در شهر کراسنویارسک فدراسیون روسیه قرار داشتنش با راه فریب به باوری مرد 39 ساله ساکن ناحیه رشت درآمده 15 فوریه سال 2021 با بهانه در شهر دوشنبه خریدن منزل زیست از وی مبلغ 5 میلیون روبل روسی متناسباً با اسعار ملی 756,000 سومونی را گرفته وعده داده است که کار کرده از حساب مزد بینتش این پولها را برمیگرداند. همین طور بار دوم باز هم با بهانه احتیاجات روزمره خود این ساکن رشت دیگر باره به باوری همان جبر دیده در آمده مبلغ 3 میلیون روبل روسی متناسباً با اسعار ملی 423,000 سومونی را گرفته وعده می‌دهد که این مبلغ را هم از حساب مزد مینتیش در دوام فعالیت کاریش برمیگرداند. بعدا نام برده 21 مای سال 2021 از روسیه به تاجیکستان فرار کرده تا امروز دیگر به آنجا برنگشته مبلغ‌های گرفته‌اش را به منفعت شخصیش صرف کرده است و با این کردارش به گفته وزارت کارهای داخلی به جبر دیده ضرر مخصوصاً کلان مادی رسانیده است. نسبت به گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تفصیلات دیگر پرونده و نظر طرف‌ها دسترس نیست، ولی مهاجران تاجیک در روسیه بسیار شکایت میکنند که پیوسته به دام فریب قلابان از جمله قلابان هموطن خود میافتند و پولهای با عذاب کار کردهشان را از دست میدهند. خبرگزاری آزیا پلوس می نویسد که تمایل نامگذاری در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان در سالهای آخر چندان تغییر نیافته است و همچنان نامهای مسلمانی در مد باقی ماندند، ولی تلاش‌های مقامات تاجیکستان ثمره داده است، زیرا دیگر کسی به فرزند خود زوغ، سنگ و سفال یا کتمن نام نمیمانند. در وزارت عدلیه تاجیکستان به آزیا پلوس خبر دادند که در سال 2023 نام اعظم معروف پسرانه در جمهوری محمد بود و 4853 پدر و مادر فرزند خود را به شرف پیامبر اسلام محمد نام گذاشتند. همین طور 4081 نفر فرزند خود را به شرف پدر پیامبر عبدالله نام گذاشتند که معنایش بنده الله است. نام‌های دیگر پسرانه معروف سال 2023 در تاجیکستان اینهایند: عبدالرحمن، یوسف، عمر، ابراهیم، عمران، سامان، ابوبکر و احمد. در بین نام‌های دخترانه نیز نام‌های با دین اسلام علاقمند معروف بودند. جای اول را در بین نام‌های دخترانه فاطمه گرفت. سال گذشته 4018 پدر و مادر فرزند خود را به شرف دختر پیامبر فاطمه نام کردند. نام‌های دیگر معروف دخترانه در تاجیکستان در سال 2023 اینها بودند: سمیه، عایشه، مریم،
زینب، اوسیه، خدیجه، کبریا و امینه. برای مقایسه سال 2018 نیز در تاجیکستان اکثرا همین نام‌های مسلمانی محمد، عمر، ابراهیم، یوسف در بین نام‌های پسرانه و عایشه، فاطمه، زینب و اوسیه در بین نام‌های دخترانه از همه معروف بودند. در وزارت عدلیه باز چند دیگر از نام‌های معروف در تاجیکستان را برشمردند. نام‌های پسرانه عثمان، انصار، ایوب جان، امیر، موسی و کامران. نام‌های دخترانه صفیه، منیسه، نوریه، یاسمین، هوریه و اراده. لازم به ذکر است که بجز از یاسمین، کامران و سامان دیگر هم نام‌های معروف در جمهوری ریشه‌های اسلامی و عربی دارند. طور در ریتینگ‌های نام‌های معروف در کشورهای دیگر آسیای مرکزی برمی‌آید نام‌های مسلمانی در این جمهوری‌ها نیز نام‌های مود باقی می‌مانند. در قزاقستان در بین نام‌های پسرانه حمزه، محمد، نور اسلام و در بین نام‌های دخترانه مدینه، عایشه و آیلون و امینه، علی خان و امیر و نور اسلام از جمله نام‌های معروف پسرانه در این جمهوری به شمار می‌روند. در ازبکستان سال 2023 نام از همه معروف دخترانه صالحه و در بین نام‌های پسران محمد علی بود. این نام‌ها سال‌های قبل نیز پیشرفت بودند. وزارت رشد رقمی قرقیزستان نیز رویخط نام‌های از همه معروف سال گذشته را ترتیب داده است. نام‌های دخترانه صالحه، امینه، فاطمه، علیه. نام‌های پسرانه محمد، عمر، علی، امیر، نور اسلام، علی نور و امیر. روز 12 فوریه سال 2024 یک اتوبوس با بیش از 50 شهروند کلانسال تاجیکستان و 4 نوبالغ در اطراف شهر رودنی ولایت قوستانای در شمال قزاقستان در نزدیکی مرز با ولایت چلیابینسک روسیه از راه بیرون شده در نیمه راه درمانده است. در این باره در صفحه‌اش در اینستاگرام با نشر عکس‌ها و ویدیو از جای حادثه حاکم رودنی ویکتور اینانینک خبر داد. در ویدیو و عکس‌های دیده می شود که اتوبوس در یک راه پربرف از حرکت مانده است. در این شب روز در رودنی سردی قهرتون اوکفرما بوده. روزانه حرارت هوا تا 15 درجه و شبانه تا 30 درجه سرد می شود. حاکم رودنی ویکتور اینانینک خبر داد که همه مهاجران تاجیک را به رودنی آورده در مرکز ذخیره های جوانان جای و با چای و خوراک گرم تامین کردند. ویکتور اینانینک به همه آنهایی که برای تأمین امنیت شهروندان در حالت وزنی زندگی قرار گرفته تلاش لازمی را به خرج دادند اظهار سپاس کرده است. قبلا خبر آمده بود که شب ششم به 7 فوریه سال 2024 یک اتوبوس با 68 مسافر از جمله 14 زن و 4 کودک همه شهروندان تاجیکستان در راه سفر از تاجیکستان به روسیه به علت برف و باران در نیمه راه در نزدیکی دهه اوغجر در نویه خرامتو در ولایت اوختیپه در شمال قزاقستان درماندند. مقامات قزاقستان در هفته‌های آخر الکی درباره چندین مورد در سردی در نیمه راه درماندن مهاجران کاری از آسیای مرکزی در راه سفر به روسیه و یا بازگشت از آن کشور خبر میدهند. به سبب گران بودن نرخ چپته هواپیما هزاران نفر از مهاجران مجبورند که با نقلیات زمینی به مهاجرت بروند و سپس با همین راه به وطن برگردند. سفر با اتوبوس برای آنها البته ارزانتر ولی خطرهای زیادی را مثل ویران شدن اتوبوس با هر بهانه از آنها پول کندن مقامات محلی در طول راه با خود به همراه دارد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان به توجه ساکنان و معماران کشور می‌رساند که بنا به معلومات اگنتی هواشناسی تاجیکستان بر اثر گرم شدن دمای هوا از 12 تا 14 فوریه سال 2024 در قلمرو ناحیه‌های تابع جمهوری و روی ماشینگرد دوشنبه چنوق خطر فرو ریختن ترمه‌ها باقی میماند. در این رابطه کمیته از ساکنان خواهش میکند که بدون ضرورت با راه‌های کوهی منطقه‌های یاد شده سفر نکنند. در چنین روزها راه‌اندازی کارهای کشاورزی، چارواچرانی، غنچین ایزم، شکار و ماهیداری نیز مصلحت داده نمی‌شود. رانندگان باید هنگام حرکت در این راه‌ها فاصله بین ماشین‌ها را رعایت کنند. هر قدر ماشین در فاصله دورتر از یکدیگر حرکت کنند همان اندازه امنیت و بی‌خطری رانندگان و مسافران بیشتر تامین می شود گفته شده است در اطلاع کمیته. ترمه‌ها و یرش در مناطق کوهستان تاجیکستان یکی از حادثه‌های ناخوش طبیعی و از همه پرقربانی به شمار می رود.
هر سال بر اثر این آفت‌های طبیعی چندین نفر به هلاکت رسیده. راه‌های کوهستان از جمله شورای دوشنبه خوجند و کولوب دروازه خورخ کلمه چندین بار بسته می شوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.